امروز چند نفر از فیک های فرم جواب به ما نوشته گفتند که تاجیکستان در جهان دومین کشور امن‌ترین شناخته شد. شما باشید یک ذل از کمبودی تاجیکستان حرف میزنید. حتی به ما سرچشمه این خبر را هم گسینانیدند تا باور کنیم. مرکز تحلیلی امریکایی گالوپ در نتیجه نظرپرسی شهروندان 142 دولت دنیا کشورها را ردبندی کرده تاجیکستان را در زینه دوم جدول امن‌ترین کشورهای عالم جای داده است. طور در جدول دیده می شود در این ردبندی جای اول سینگاپور و بعد آن اسم تاجیکستان آورده شده است. در جای سوم امارات متحده عرب جا داده شده است. ضمن نظرسنجی تاجیکستانیان به سوال آیا از گشت و گذار شبانه در تنهایی خودتان را امن حس میکنید و نمی ترسید جواب دادند که ضمن گشت و گذار شبانه هیچ خطری را احساس نمی کنند و به مقامات حفظ ترتیبات پلیس باور دارند. در برابر تاجیکستان اینچنین کشورهای مصر، نروژ، ترکمنستان، شویتساریا، ازبکستان، فنلاندیا، چین، آلمان، امارات متحده عرب به 10گانه کشورهای امن‌ترین شامل شده اند. در مجموع ضمن نظرپرسی در جهان از 32 نفر 69% اظهار داشتند که هنگام سیر و گشت شبانه خود را امن احساس می کنند و 68% اظهار داشتند که به پلیس محلی باور دارند. در واقع نتیجه این سنجش خوشحال کننده است که تاجیکستان در 3گانه کشور امن‌ترین دنیا قرار گرفته است و آن هم باشد بعد سینگاپور و پیش از امارات متحده عرب. اما فکر میکنم این پژوهش دور از واقعیت است. ببینید در تاجیکستان شرایط به این حد نیست که مردم بدون هیچ استحاله از پلیس شکایت کنند و از ناامنی حرف زنند. دیوار مش دارد، مش گوش دارد. خصوصا عین حال دوشنبه را از همه چاروای بز و بزغاله تازه کرده بزهای دوپا را زیاد کرده اند. چگونه مردم به هر کسی ناشناسه که از پیششان برآمد شکایت کرده میگویند که به پلیس باور ندارند. علاوه بر این خود دپارتمنت دولتی آمریکا همگی چند روز پیش به شهروندان کشورش هشدار داده بود که اثنای سیاحت به تاجیکستان احتیاط کار باشند. زیرا ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را به قطار کشورهایی برای سیاحان ناامن وارد نموده است. دپارتمنت دولتی آمریکا پس از حمله تروریستان به پاسگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان در وبگاه رسمی خود آگاهینامه را روز 13 نوامبر نشر نموده در آن از شهروندان آمریکایی دعوت کرده بود که اثنای سیاحت در تاجیکستان از احتیاط کار بگیرند چون در این کشور امن نیست. از جمله گفته می شد که از حضور در جایهای سیر آدم و از استفاده نقلیات جمعیتی خودداری نمایند. ضمناً دپارتمنت آمریکا از قتل وحشیانه سیاحان آمریکایی در ناحیه دنغره تاجیکستان یادآور شده بود. گفتنی دیگر این است که طبق گزارش ایندکس جهانی تروریسم گلوبال تروریسم ایندکس 2019 که رسانه‌ای شد، تاجیکستان در مسائل امنیتی در میان 163 کشور نسبت به سال گذشته 24 زینه پایین شده است. بر اساس معلومات تهیه‌گران گزارش، حادثه های آشوب در زندان تاجیکستان که مسئولیت آن را گروه تروریستی دولت اسلامی به عهده گرفت، به پایین روی ریتینگ تاجیکستان باعث گردید. طبق آمار رسمی در این حادثه 27 نفر از جمله 5 پاسبان زندان کشته شده بودند. همچنین در گزارش ایندکس جهانی تروریسم حمله به دوچرخه سواران خارجی در ناحیه دنغره در ماه ایولی سال 2018 که مسئولیت آن را نیز گروه جنگجوی دولت اسلامی به ذمه گرفت تاکید شده است.
طبق ایندکس جهانی تروریسم در سال 2018 در جهان بر اثر حملات تروریستی 15952 نفر جان باختند که این رقم نسبت به سال 2017 15.2% کمتر بوده است. علاوه بر این، دیروز رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان سایمومین یتیموف که در جلسه ویژه مقامات سعودی با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان سخنرانی کرد، گفت که جنایت‌های تهدید کننده به امنیت کشور و مربوط به تروریسم و اکستریمیسم در سال 2019 متاسفانه رو به افزایشند. سایمومین یتیموف افزود تجربه نشان می‌دهد که جنایت‌های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم علیه نظام کنستیتوسیونی و سیستم سیاسی جمهوری تاجیکستان رو به افزایش است. اکنون خودتان قضاوت کنید که مرکز تحلیلی آمریکایی گالوپ راست میگوید یا دپارتمنت دولتی آمریکا. گفته سایمومین یتیموف درست است یا گزارش ایندکس جهانی گلوبال تروریسم ایندکس 2019؟